سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من اومدم با یه آموزش جدید. اگه یادتون باشه این دستبندا رو تو ویدیوی قبلی بهتون یاد دادم. الان میخوام بهتون بگم که چجوری یک طرفه ببافین و از متریال ارزان‌تر مثل فلز برنج استفاده کنین. این 5 تا ترکیب رنگ رو من خیلی دوست دارم. از هر کدوم حدوداً 40 سانتی متر میبرم و یه نخ بیس هم داریم که 50 سانتی متره. نخ بیسمون رو یه گره میزنیم و بعد تمام نخهای رنگی رو به ترتیب رنگ و هارمونی روش گره میزنیم. بچه ها گره مدادی رو من قبلا توضیح دادم، یک بار دیگه بهتون میگم که ما نخ بیس رو میگیریم و تک تک نخها رو از پایین میاریم رو و میپیچونیم. در اصطلاحاً بهش گره مدادی میگن. حواستون باشه حتما باید دوتایی باشه، 1 و 2. اگر تکی بزنید جا بمونه شل میشه، وقتی دوتا میزنید صفر میشه. هر 5 تا که سوار کردین از یه مهره استفاده میکنید. ببینید من مهره فلزی دارم، جنسش برنجه و خیلی هم خوشگلن. مهرتون رو توی نخ بیستون رد میکنین و حالا نختون که متمایل به سمت راست بوده رو میکشونید، متمایل میکنید به چپ و شروع میکنید از اولین نخی که مونده از سفید. حالا من دیگه اسم نخها رو، اسم رنگاشون رو میگم که قاطی نکنید. بعد آبی آسمونی. دقت کنید بچه ها، من نخ بیسم رو به سمت چپ متمایل کردم که میخوام این حالت زیگزاگی بره و بی. خب حالا میخوایم بریم سراغ نخ بعدی. حواستون باشه همیشه نخ بیس میاد رو و نخهای دیگه روش گره میخوره. بچه ها خیلی مهمه که یادتون نره حتما دوتا رو بعد پشت سر هم گره بزنید. 1 و 2. میرسیم به نخ آخر، اونم گره میزنیم. دوباره نخ بیسمون رو مهره میندازیم. ببینید الان بچه ها نخ بیسمون اومد سمت چپ. ما وقتی مهره رو رد کردیم باید نخ بیس دوباره بیاد به متمایل بشه به سمت راست. من تو ویدیوی قبلی هم براتون توضیح دادم که نخ بیس در واقع مثل ستون میمونه. شما وقتی که یه ستون یا کج برین دیوار کج میشه، اگه صاف باشه دیوار صاف میشه. ما بافت مکرومه هم نخ پایه و بیس در واقع نشون میده که شما بافتتون به کدوم سمت قراره که متمایل بشه. به هر سمتی که نخ بیستون متمایل باشه به همون سمت هم شکل میگیره. اگه دقت کرده باشین من تو بافتم دستی که نخ بیس رو گرفته بی حرکته و دست بعدی حرکت میکنه و میبافه. حدوداً 12 سانت من میبافم برای مچ دست 15 سانت و 3 سانتش رو میذارم برای گره. بچه ها دقت کنید که فشار دستتون کم و زیاد نشه. این خیلی مهمه. اگر کم و زیاد بشه باعث میشه که کار یه دست در نیاد. خب من نخ بیس رو از انتها یه گره میزنم و کارو کور میکنم. برای اینکه کارو بخواید نخهایی که روه رو کور کنید قیچی میزنید. از قیچی تیز استفاده کنید که یه دست بشه و حتما با شعله آبی فندک نخو میسوزونید. خب بچه‌ها میخوام یه گره بامزه بهتون یاد بدم. از یه طرف مهره رد میکنید، مهره‌ای باشه که حتما سوراخش بزرگ باشه. از طرف عکسش هم یه دونه رد میکنید و به تخت شاسی نگه میدارین. حالا میایم روش گره مربعی ساده میزنیم. بچه‌ها گره مربعی ساده رو من بهتون یاد دادم توی ویدیوهای شورت، میتونین برین و ببینین. هر سمتی رو که میزنم، ببین 7 تا من الان بالا گره زدم، مهره رو گذاشتم وسط و از پایین مهره دوباره شروع میکنم، 7 تا گره میزنم و مثل بقیه کار کات میکنیم نخهای اضافه رو و فندک میگیریم و کورش میکنیم. الان گره‌مونم آماده است. حالا سراشم من از هر کدوم یه دونه مهره میندازم، یه اندازه گره میزنم و کات میکنم و میسوزونم. به همین راحتی
و واقعا با سرعت خیلی زیاد میتونید یه همچین دستبند خوشگلی داشته باشین. میتونید از هارمونی های رنگی دیگه استفاده کنید و حالشو ببرید. مرسی که همراه من بودین.